و این درسی سومین ما از برنامه سلام علیکم دوستدорони انگلیشکدا. امیدوارم که همه کسا تن صحت و بردم و سلامت هستید. و امروز ما باز در برنامه انگلیش خوانی قرار داریم و این درسی سومین ما از برنامه انگلیش خوانی است. و اگر کسانی میخواهند که درس‌های یکم و دومی ما رو تماشا کنند، من حتما لینک ویدیو رو در پایان میمونم، در اومده تماشا کنید. بیایید رفتیم. انگلیش خوانی یعنی قاعده های خوانش انگلیسی می باشد. ما به شما زینه به زینه قاعده های حرف و آواز و خواندن رو شرح و توضیح خواهیم داد. بیایید قصه درس گذشته رو باز ادامه میدهیم که صحبت بین جناب راکوال و پسرش ریچارد بود. بیایید رفتیم. It can open some doors, father, but not every door. Richard says, My son, don't say that. We have no problems. Ask people on the street. Ask your friends. What door doesn't open with money? Mr. Rockwell asks. Money can't buy a place at the table of the right people, Richard says. You are wrong, young man, his father says, and he looks into his son's eyes. Son, the families of these men didn't always have a lot of money. They know about work. You make a lot of money with a lot of work. Richard is quiet. پدر، پول میتواند بعضی درها رو باز کند، اما نه اینکه همه درها رو. پسرم، این گپ رو نگوی. ما یگان مشکلی نداریم. مردمان کوچه رو پرس. رفیقانت رو پرس. کدام در با پول گشوده نمی شود؟ پرسید جناب راکوال. پول نمیتواند جای دربری آدمانی مناسب بخرد. ای جوان مرد، تو خطا میکنی. پدرش چنین گفته به چشمان فرزندش می نگرد. پسرم، عائله های این مردها همیشه پولی بسیار نداشتند. آنها درباره کار می دانند. تو با داشتن کاری بسیار می توانی پولی بسیار به دست آری. ریچارد خاموش بود. خوب تماشابینان عزیز، اینجا می خواهم به شما یک چند قاعده های خوانش را یادرس کنم. چطوری که دیدیم کلمه سم از حرفهای S, O, M و E عبارت بوده. همصداها S و M و صدانک‌ها O و E می باشند. بیایید ببینیم این حرفها اینجا چی آوازهایی را می دهند. حرف S آوازی سه را داد، به مثل کلمه های سن و اسک. و چخیلی که در درس گذشته گفتیم حرف S در اولی کلمه آوازی سه را می دهد. حرف او آوازی ا را داد، مثل در کلمه های کم و اینکم، چون که پیش از حرف M آمده است. حرف M آوازی می را داد و همیشه می خوانده می شود، مثل در کلمه های تایم و هوم. حرف E در این کلمه تلفظ کرده نمی شود، مثل در کلمه های rise, income, fake, smoke و غیره. و هرگاه حرفای زیرین را در همین موردها واخوردید، بدونید که اکثر وقت همین آوازها رو می دهند و دیگر قاعده های این حرفها را در موردهای گوناگون شرح خواهیم داد. و فراموش نکنید که استثنا همیشه وجود دارد. خوب تماشابینان عزیز، ویدیوی ما اینجا با آخر می رسد. اگر ویدیو به شما معقول شده باشد، پخش کردن لایک را دریغ ندارید و اگر یگان سوال، یگان پیشنهاد باشد، حتما در کامنتاریا نوشته کنید. باقی سلامت باشید.